آیا آزاد همراه شما اوکی بودین؟ بفرمایید که ما کم کم شروع کنیم و سوالاتمون رو مطرح کنیم. من اوکی هم میتونیم شروع کنیم و اینکه خب حالا در خدمتتونم. سلامت باشین، متشکرم ازتون. صدای من الان واضحه برای شما؟ آره اوکی. بسیار عالی. بسیار خب، ما همونطور که اول صحبت هم عرض کردم 4 تا محور بنیادین داره برنامه‌مون و که عناوینش رو خدمتتون عرض کردم. ما کلا صحبت کارمون در رابطه با اینه که اون بحث اپلای و رشته مهندسی پزشکی در کشور کانادا است که خب برای اقدام به اپلای ما یک سری پیش نیازها و قبل از اقدامی رو در واقع داریم که باعث بدون که قبل از اقدام چه اتفاقی بیفته. و اینجا سوالی که مطرح میشه به این گونه است که ما میخوایم اولین سوال با این سوال شروع کنیم که ما چه زمانی میتونیم خودمون رو آماده ببینیم برای اپلای به دانشگاه کانادا و اصلا چه مدارک و انتظاراتی از یک دانشجویی که بخواد پذیرش بگیره از کشور کانادا، حالا تو مقطع ارشد یا مثلا دکترا و کلا اپلای بکنه به کشور کانادا، چه مدارکی مورد نیازشه، چه جوری میتونه خودش آماده ببینه که اون شرایط لازمه رو داره. خب من از اول از همه معرفی بکنم برای دوستان. محمد حسن آزاد هستم، کارشناسی مهندسی برق میخوندم دانشگاه خواجه نصیر و بعدش برای ارشد اپلای کردم مونترال. الان دانشگاه ETS مهندسی برق میخونم ولی گرایشم از آخر کارشناسی مهندسی پزشکی بوده، یعنی پروژه‌ای کار کردم کلا تو حوزه مهندسی پزشکی بوده و پروژه‌ای که حالا به کلیتی هم بخوام بگم چون حالا بحثمون اسپسیفیکلی روی مهندسی پزشکیه، من مثلا پروژه کارشناسیم در واقع تخمین بلاد پرشر بوده و کلا روی سیگنال‌های پزشکی کار می‌کردم، کل هم کارشناسی هم ارشدم. و بعد از پروژه کارشناسی تو ارشدم روی در واقع اینتراکشن بین قلب و مغز کار می‌کردم، سیگنال‌های EEG و ECG که ارتباط بینشون رو برای تشخیص دادن در واقع دیپرشن به دست بیارم. این یه اوورویو خیلی کلی از پروژه‌ام بوده که حالا تو این پروسه حالا روش نومریکال و روش‌های در واقع پردیکت کردن و این داستانا رو داریم ما و حالا خیلی واردش نمیشم چون بحثمون این سمت نیستش. و در مورد سوالی که شما پرسیدی، واقعیتش اینه که خیلی بستگی داره به برنامه اون فرد که میخواد در واقع اپلای شروع کنه، یعنی هدفش چیه برای اپلای. میخواد بیاد خارج از کشور درس بخونه، کار کنه، این خیلی بستگی داره چون که معمولا در واقع رنج زیادی از صدای من اوکی میاد؟ اوکی. اوکی. چون یه نفر زده بود صدا خوب نیست گفتم یه دابل چک کن. آره یه رنج زیادی از افرادی که کلا اپلای میکنن برای پی اچ دی اپلای میکنن و خیلی راحت تر و ایزی تره که شما مثلا میخواین برای پی اچ دی اپلای کنید و بیاید و بسیار خب دوستان، صدای بنده براشون هستش؟ اوکی. فکر میکنم یه اختلال ایجاد شد، ارتباط ایشون موقت شد. حالا دوستان پشتیبانی دارن سعی میکنن وصل کنن ارتباطشون رو و چند لحظه تمرین میکنیم تا انشاءالله که ارتباطشون با ما وصل بشه و بتونیم که ادامه بدیم و شروع کنیم گفتگومون رو. برای همین ایشون فکر کنم حالا یه خروج و ورودی باید انجام بدن نسبت به برنامه.
تا ایشون میان من یک نکته متذکر بشم و یادآوری کنم در واقع خدمت دوستان و توضیح بدم. سوالاتی که مطرح خواهد شد و پرسش‌هایی که قرار مطرح بشه از آقای مهندس آزاد به این گونه است که یه سری سوال‌ها خوب از قبل طراحی شده و تنظیم شده توسط در واقع عوامل این برنامه. یک سری سوال‌ها هم توسط خود دانشجویان و حالا شرکت کنندگان تو این برنامه گویا برای در واقع عوامل اجرایی فرستاده شده و اونها هم دوباره چیده شده و برای همین ما یه سری سوال‌های از قبل داریم که دو دسته است در واقع دیگه. یکیشو خود در واقع عواملی که برنامه رو دارن برگزار میکنن آماده کردن و مهیا کردن و دسته دومش رو هم سوال دانشجویان و سوال حالا مهمانان این برنامه است. بعد از اینکه این سوال‌ها مطرح میشه من از دوستان خواهش می‌کنم اگر نکته‌ای به ذهنشون میرسه یا سوالی مطرح شده براشون و سوالی دارن ما انتهای کار در واقع این سوالو بپرسن، یعنی و مثلا سعی کنن تو صفحه چت همون لحظه نپرسن، سوالشون یه جایی یادداشت کنن یا جایی داشته باشن و انتهای کار این سوالو مطرح کنن، چون میگم شاید در خلال این حدوداً در 12 تا سوالی که شاید بیشتر هم هستش من ببینم قرار پرسیده بشه از آقای آزاد، در خلال این سوالا شاید پاسخ به سوال‌های شما یا ابهام‌های شما پاسخ داده بشه و برطرف بشه ابهاماتون. پس برای همین یه تأملی داشته باشیم و سوال‌ها مطرح میشه، پرسش پاسخ شکل میگیره و کامل اون 4 محور اصلی که حالا عناوین اون سوال‌ها به این گونه است که قبل از اقدام به اپلای میخوام بکنیم، قبل از اون در دوران اپلای مثلا ایمیل دادن واسطه چگونه است، اپلای تحصیلی چه کار باید بکنیم، زندگی دانشجویی در کانادا، هزینه‌های دانشگاه، فاند تحصیلی و همچنین یک چیز مختصری و حالا توضیحات خیلی کلی و مختصری و سوالای خیلی در واقع کوتاه‌تر و مختصری در مورد شاید بازار کار و جستجوی کار تو زمینه مهندسی پزشکی، چون وبینار ما امروز در حیطه آکادمیکه و قراره که در حیطه آکادمیک به بررسی این موضوع بپردازیم و از زبان یک دانشجوی ارشد ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته در رشته مهندسی پزشکی در کشور کانادا و خب به طب یک دانشجوی ارشد توی حیطه آکادمیک راحت‌تر میتونیم ازش پرسجو بشه و حالا یک مقدار یک گذر خیلی ریزی هم به سمت شاید بازار کار یا اصلا نحوه جستجوی کار بکنیم. برای همین خیلی رو اون محور فوکوس نداریم و ان شاءالله حالا اون شاید در وبینارهای آینده که توسط مجموعه برگزار میشه در خدمتشون هست. و یه سری سوالاتی هم که از طرف شرکت کنندگان مطرح شده. پس این فیلترهای کلی هستش که حالا اگر سوالی براتون مطرح شده که در خلال برنامه پاسخ داده نشده و براتون ابهامی داشته، خواهش میکنم انتهای کار در واقع بپرسیم که ما بتونیم کاملا پاسخ بدیم و ابهام برطرف بشه. خب گویا آقای آزاد دوباره اومدن. آیا صدا بنده هست براتون؟ بله صدا هستش. بسیار هم عالی. خب الان دوباره فکر کنم کانکشن اتفاق افتاد و ارتباطمون برقرار شد. بسیار خوب. من با فیلترشن وصل کنم برای اینکه وصلشم هست. بله بسیار خوب. خب ما ادامه میدیم و همون سوال اولی که مطرح کردیم و شما اینجای کار بودین که فرمودین که بستگی به خود فرد داره این اقداماتی که قبل از اپلای باید انجام بده و حالا انتظاراتی که داره از خودش که چیکار کنه بستگی به خود فرد داره و از اینجا شروع می‌کنه. من در خدمت شما هستم، بفرمایید. آره حالا دقیقاً نیست تا کجا رفتم جلو و قطع شد، ولی چیزی که داشتم میگفتم در واقع برآیندش این بود که اون استادی که میخواد شما رو نهایتاً ازتون مصاحبه بگیره و انتخاب کنه خیلی به نالجتون بستگی داره و توی اون جلسه مصاحبه نهایتاً متوجه میشه که شما اون که تو رزومتون نوشتید، اون ترانسکریپت که دارید، اون رزومه که دارید واقعاً با اون واسطه واقعیتون یکی هست یا نه، چون واقعاً
یکی از مهمترین چالش‌ها همینه که میرید تو اصلا مصاحبه و ممکنه خب به مشکل بخورید، ممکنه خیلی سوالات تخصصی بپرسه. من مصاحبه مثلا مختلفی رفتم، هم مصاحبه رفتم که خیلی طرف سوالای آکادمیک نمیدونم حتی از بیس ریاضی 1 ریاضی 2 میپرسید ازم، همین کس که فقط خودتو پرزنت کن و پروژه‌اتو بگو و سوالای های لول ازم پرسید. سر این به نظرم وقتی میخواید اپلای کنید در واقع قطعاً دیگه بچه‌ها این چیزا رو خیلی بهتر میدونن. الانم خیلی داستان اپلای کردن خیلی روبورستر شده و اون موقعی که من داشتم میمونم روبورس بود، الانم روبورستر شده و قطعاً بچه‌ها همینا رو میدونن. ولی صرف این که داشتم میگفتم نمیدونم اینو شنیدید یا نه، تجربه شخصیمو دارم میگم که و چیزیه که خودم و دوستایی که اینجا هستن و بچه‌هایی که اینجا هستن این تجربه براشون صدق کرده که واقعا اون نالجی که داشتن تو در واقع خیلی از مسیرهای اپلای که می‌خواستن، حالا پروسه انتخاب استاد و اینکه استاد شما رو قبول کنه خیلی موثره. بسیار عالی. حالا تو این زمینه این سوال حالا چون قبل از اقدام به اپلای دیگه مورد نیاز هست یه چیز پیش میاد، شما خب اون بحث مهارتشون فرمودین و اون حالا نالجی که خودشون داشته باشن، شاید حالا یه سری چیزا هستش ابهاماتی برای خیلی از حالا از من نوعی شاید و خیلی از دانشجویان همیشه هست، میگن که مثلا شما بخوای به کانادا اپلای کنی برای ارشد خیلی سخته، باید یا مثلا نمیشه یا اگه بشم مثلا معدلت باید مثلا بالا 18 باشه 19 باشه یا مثلا باید سطح زبان دیگه فوق العاده قوی باشه، معدل بسیار بالا داشته باشی، رزومه کاری قوی تو ایران داشته باشی، یعنی باید بی‌نظیر باشی تا بتونی مثلا اونا رو متقاعد کنی. این شرط‌های این شکلی که حالا شاید مثلا بعضی موقع میشنویم از گوشه کنار و حالا مطرح میشه، آیا اصلا وجود داره یا اصلا چقدر صحت داره، چقدر این بستگی داره و اینها، چجوری این شکلش؟ درست. کلا برای ارشد اپلای کردن یه مقدار، یعنی یه مقدار که بیشتر از یه مقدار سخت‌تر نسبت به دکترا، دلایل خیلی زیادی داره. حالا دلیلش رو خیلی خلاصه میگم، ولی این که حالا به سوال شما برگردیم باز اون سمت هم میره، ولی دلایل اصلیش اینه که هزینه شهریه دانشگاه برای ارشد خیلی بیشتر از دکترا. یعنی الان دانشگاه مونترال همشون در واقع با اینکه حالا مونترال جز زیر مجموعه کبک، استان کبک یه سری تحصیل در واقع تسهیلات خیلی خوبی داره برای دانشجوهای دکتراش که مثلا یه سری استان دیگه اینو ندارن، یعنی دکترش پی اچ دی هاشون هم باید پول زیادی بدن. ولی کبک اینجوریه که تا یه حد خوبی مثلا وقتی شما وارد پروگرام پی اچ دی میشید شهریتون بای دیفالت میاد رو اون هزینه افرادی که لوکالن، یعنی توی کبک زندگی میکنن، یعنی توی همه دانشگاه‌ها حداقل این شهر این صدق میکنه. و حالا بقیه استان‌های دیگه کانادا تا اونجا که میدونم و دوستام هستن اینجوری که سر اسکالرشیپ های ایزی تری داره که شما میتونید بگیریدش و با اون اسکالرشیپ ها در واقع شهریتون کاور بشه. یعنی داستان اصلی برای اپلای مستر همینه، چون شهریه زیاده استاد ترغیب نمیشه، رقابت نمیکنه که بخواد دانشجو مستر بگیره، یعنی خیلی ربطی شاید به شما نداشته باشه. قطعا اون کوالیفیکیشن های شما، اون در واقع بک‌گراندی که دارید هر چقدر بهتر باشه خب قطعا خیلی تاثیرش بیشتره. ولی یکی از اون بریرها، اون مانع‌های اصلی که وجود داره همین شهریه بالایی که طرف نمیصرفه براش، واقعیته. یعنی نمیصرفه براش که دانشجو مستر بگیره که یه پول خیلی زیادی بده، میتونه با همون مثلا 1/4 اون پول دانشجو دکترا بگیره و کار بیشتری انجام بده دانشجو دکترا براش. و دانشجو دکترا که هسته که خب مستر خونده، شاید تجربه کار داشته باشه، خیلی تجربهش بیشتره و نمیخواد اون طرفو تازه ترینش کنه، یادش بده که آقا این کارو کن این کارو کن، پروژه رو بر، چون دانشجو مستر رو باید یادش بدی اگه خیلی پروژه کار نکرده باشه تو کارشناسیش و این پروسه یاد دادن مستر کلا 2 ساله. بعد بخوای یه سالش هم بهش یاد بدی تا بخواد یاد بگیره چجوری پیپر بنویسه، این کار رو انجام بده، دیگه تموم شده مستر. یعنی یه جوری طرف ترجیح میدن اکثرا دانشجوی لوکال بگیرن که حداقل اوکی باید پروسه ترین کردن دانشجو رو انجام بدن و یاد بدن بهش ریسرچ چیه، ولی میصرف از نظر هزینه‌ای و میگیرن. این فرق اصلیشه که چرا مستر سخت‌تر میگیرن. و سر اون داستان که گفتید که آیا مثلا لازمه که نالجمون مثلا خیلی، حالا نالج کنم معدلمون خیلی زیاد باشه، نمیدونم پیپر داشته باشیم فلان بهمان، قطعا داشته باشید خوبه،
یعنی قطعا هر چقدر اون پیپر دارید، نمیدونم معدلتون خوبه، باعث میشه خب دانشگاه رنک بالاتری بتونید ادمیشن بگیرید و استادای شاید با سایتیشن بالاتر و خفن‌تر یا شاید بتونید جذب کنید به خودتون. ولی داستانش اینه که نه میشه با حالا خیلی آخه داستان اینجاست که از کارشناسی به ارشد، چون که تنها چیزی که استاد میاد میبینه، یعنی مهمترین چیزی میبینه معدله، یه ذره معدل تریکیه اینجا، یه ذره حساسه و معدل خوب باشه خب بهتره، چون که تو اون نگاه اول دید اول طرف میاد معدلتون میبینه، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، و چون که انتظاری ندارن استادای بیشتر خارج از کشور، تو ایران ذره پیپر دادن بیشتر رو بورسه، مثلا کشورهای آسیایی مثلا هندیا و چینی هم خیلی اینجوریه، میان اینجا تو کارشناسیشون خیلی پیپر دادن و سر این داستان چون که خیلی عادیه، آره شما 4 سال درس خوندی تو دانشگاه کارشناسی تو خوندی، انتظاری نمیاد ازت پیپر داده باشی. کل در واقع چیزی که برآورد تحصیل شما تو معدلتونه و اون نمراتی که تو اون مثلا درسات کسب کردید. حالا ممکنه معدلتون مثلا خیلی خوب نمیگم مثلا 18 19، من خودم معدلم 17 بود، نمیگم مثلا خیلی معدل بالای خفن، ولی حداقل تو اون کورسای کلیدی که شما قراره مثلا مهندس پزشکی، نمیدونم بایومدیکال سیگنال آنالیسیس پاس کردی، دی اس پی پاس کردی، نمیدونم کلا این کورسای اینجوری، یا مثلا ایمیج پروسسینگ پاس کردی، این کورسایی که کورسای مهمیه و نشون میده پرفورمنست باید خوب باشه که استاد مهندس پزشکی بخواد شما رو بگیره، تو این کورسا حداقل باید نمرت خوب باشه که نشون بده که من نمرم خوب بوده و درس رو به خوبی پاس کردم. این به نظرم لازمه. اگه مثلا بچه‌ها که دارن صدا رو میشنون حالا سالای اول کارشناسی ان یا سال آخرن، باز بهتره رو کورساتون فوکس بیشتری داشته باشید. کورسا مهمن و به خصوص پروژه های کورسا رو شما مثلا تو رزومت میذارید. پروژه‌ای که من آخر فلان کورس پاس کردم تو رزومم میذارم که این پروژه انجام دادم، چون پروژه دیگه ای انجام ندادی تو کارشناسی. همین پروژه همین کورساست که نشون میده که آقا من کورس رو پاس کردم و نهایتاً این شده برآیند کارم. قطعا مهمه، ولی یه درصدی داره. بخوام مثلا درصد بندی کنیم، به نظر من مثلا شاید 50-60% و 40% بقیه‌اش به نظرم میتونه در واقع نتورکینگ شما باشه. یعنی شما ممکنه خیلی پرفورمنس تا حدی خوب باشه، ولی اگه نتورک‌های خوبی داشته باشی، استادای خوبی رو بشناسی، چه تو ایران چه تو خارج، مثلا ایران توی استادی میشناسی و اون استاد مثلا یه دوستی داشته که الان خارج استاده، یا اینکه مثلا کسی رو میشناسی، یه لینکی داره که داره باهاش ریسرچ کار می‌کنه، تو هم اینوالو می‌کنی تو ریسرچش، و این نتورک داشتن خیلی به نظرم چیز مهمیه. برای کارشناسی میگم که پرفورمنس درصدش بیشتره، ولی هر چند میری بالاتر نتورک بیشتر میشه درصدش. یعنی چیزی که من دیدم اینه که اگه نتورک داشته باشی، طرف تو رو بشناسه، توی همه دیگه به حدی میرسن توی مثلا ریسرچ کردن و پیپر دادن که میتونن یه مینیمم کاری انجام بدن، یعنی مینیمم اوتپوتی داشته باشن. ولی خب هر چند نتورک های شما بیشتر باشه، در آخر کار آدمای بیشتری شما رو میشناسن، برای پوزیشن بیشتری شما میتونید اپلای کنی و نهایتاً تو کار پیدا کردن خیلی بیشتر تاثیر داره. بله، بسیار عالی. خب سوال دومی که حالا تو همین قسمت پروسه قبل از اقدام به اپلای مطرح میشه و آخرین سوال این قسمتمون میشه، این بخشمون است، اینه که چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم تا یک رزومه قوی بر اپلای داشته باشیم. البته خب یه سری کلیاتی رو الان شما فرمودین که مثلا حالا اینکه اون کورسی کسش رو با تمرکز باشین، اون پروژه کورس‌ها رو حتما توی مثلا رزومه‌تون داخل صحبتتون گفتین بنویسین اگر مثلا چیزی بوده. حالا به صورت باز کلی‌تر، شاید دوستان خودشون اینشون تحقیق بشه بهتر میشه. به صورت خیلی کلی‌تر اینو بگین که آیا ما می‌خوایم اون رزومه‌ای که بالاخره تحویل بدیم و اپلای کنیم باهاش چه نکته‌ای در نظر بگیریم، چه نکته کلی و کلیدی در نظر بگیریم که این رزومه خیلی رزومه بهتری باشه و از رزومه‌ای که مثلا مطرح هستش بهتر باشه رزومه. میگم مهمترین نکته همین به نظرم کورس‌ها و پروژه هاست که بولد میکنه برای کارشناسی. قطعا برای دکترا، از ارشد دکترا قطعا پیپرایی که دارید خیلی مهمه، نشون میده که شما ریسرچ انجام دادید. یعنی اکثر افرادی که از ایران اپلای میکنن برای پوزیشن مثلا مستر یا دکترایی که ریسرچ بیس، یعنی تز در واقع پروژه بیس یا کورس بیس نیستش. چون کورس بیس باشه خب خیلی مهم نیستش و برای کورس بیس ها فاندی نمیدن، یعنی استاد معمولا برای ریسرچ بیس ها
فاند میدن. سر این داستان اگه برای دکترا میخواید اپلای کنید قطعا پیپر داشتن نشون میده که ریسرچ انجام دادید، تکنیکال رایتینگ داشتید، یه ریسرچ یا پیپری که دادید و اکسپت شده توی دونه ژورنال کنفرانس حالا بین المللی خوب، نسبتا خوب، نشون میده که یه دونه مینیمم کوالیفیکیشن برای رایتینگ داشتید، تکنیکال رایتینگ بلد بودید. مثلا تکنیکال رایتینگ توی ریسرچ خیلی مهمه، اینکه شما بتونید پیپر بنویسید و ایرادش کم باشه و اینکه مثلا بدونید قالب نوشتن پیپر چیه. نمیدونم چند نفر از بچهای اینجا کارشناسی هستن، چند نفر ارشدن، میتونم بگن که من بیشتر رو اون قسمت فوکس کنم. بچه‌ها چه جوریه؟ مثلا چند نفر ارشدید، چند نفر کارشناسی؟ بگید همینجا چیز کنید، آره بنویسید. آره بیشتر کارشناسی هم بچه‌ها. و آره خیلی نگران نباشید که پیپر ندارید. اگه دارید که یه پلاس خوبیه، ولی اگه پیپر ندارید به نظرم و ترمای اوایل کارشناسی اینو یادتون باشه که نمره هاتون تو کورس‌ها خیلی مهمه. حالا ممکنه یه استادی بد نمره بده، من خودم چنین استادی داشتم، ولی سعی کنید حداقلش این باشه که پروژه‌ای که انجام میدید و یعنی دیگه خودتون میدونید که میخواید شما اپلای کنید نهایتاً و باید اون پروژه رو بلد باشید و باید بتونید پرزنتش کنید برای استادی که مثلا ازتون میپرسه آقا گین کل کارشناسی چی بوده، مثلا دو سه تا پروژه خیلی بولد و مهم داری، اونا رو باید بتونی یعنی واقعی گفته باشی تو رزومت و بتونی پرزنتشون کنی. و اینکه آره و اگه گذشته و ترم آخر کارشناسی هم هستید، باز مثلا نمره سری درساتون کم شده، بازم اشکالی نداره، میتونید خودتون مثلا کورس‌های آنلاینی که هستش، یوتیوب، اینا رو ببینید و اوکی میتونید نهایتاً در واقع هیچ چیز بدی وجود نداره. اوکی حالا گذشته شاید یه تایمی نخواستید درس بخونید، نتونستید درس بخونید، هر چیزی بوده، اینش اوکیه. کورس‌های خودتون بشینید ببینید، یوتیوب ببینید و یاد بگیرید. مهم اون یاد گرفتن اون نالج است، یعنی چیزی که واقعا من بهش رسیدم. و اگه نالجتون خوب باشه وقتی میرید تو مصاحبه استاد میگه اوکی همه اینا به کنار، مثلا معدلت بده، نمیدونم نمره کورساتم خوب نیست، ولی تو میگی آقا من مثلا مشکل داشتم، مثلا نخواستم، نه یهویی مسیر زندگیم عوض شد، میخواستم فوکس کنم روی ریسرچ. قرار نیست که همه از اول همه چی رو بخوام برنامه‌ریزی شده بدونن. هیچ کسی یه پلن مشخص برای 10 سال آینده زندگیش نداره. به خاطر همین و وقتی مصاحبه دعوت میشید و میرید اون پروژه که انجام دادید رو خوب بلد باشید، اون کاری که کردید و اون کورس یوتیوبی که یاد گرفتید رو خوب بلد باشید. این خیلی میتونه کمک کنه که طرفی که اوکی یه تایمی شاید نمره‌اش خوب نشده ولی نهایتاً بلد کارو، بلد پروژه رو ببره جلو. خیلی نمره بعد و اینا نه صرفا 18 19 اینا خیلی اینجوری در نظر نگیرید. کلا جی پی ای که حساب میکنن معمولا از 4 از 4 حساب میکنن و اسکیل مثلا 20 بیاد تو اسکیل 4 شما 16 به بالا باشه نمره هاتون خوب حساب میشه و حالا رنج 15 16 به بالا باشه اوکیه و از این نظر نگران نباشید. این 19 20 اصلا فقط مثلا برای تو ایران خیلی میگفتن آقا رقابت فلان 19 20 اینا، ولی بالای 15 16 به بالا اوکیه. یعنی استاد دیگه نمیاد گیر بده که آقا نمرت کمه، 16 بالا بوده اوکی بود. حالا استاد همه میدونن که یه استاد بد نمره میده یه استاد خوب نمره میده، دیگه سر اونجاش کسی گیر نمیکنه. و اگه هم میگم پایینه درسی تو میتونید توجیه کنید و بگید آقا چرا پایینه و به جاش من یه پروژه دیگه خودم انجام دادم که اون پایین بودن جبران بشه و اون پروژه و این درس رو کامل بلدم ولی نتونستم نمره خوبی بگیرم تو درس به هر دلیلی. بسیار عالی. خب سوال بعدی ما میره تو حوزه قسمت دوم اون پرسش، یعنی دوران اپلای. یه چیزی که خب برای خیلی از بچه‌ها حالا ما فکر کنیم اون پیش نیازها انجام شده، من مثلا نوعی که میخوام اپلای کنم پیش نیازها انجام شده، رزومه نوشتم، شرایط معدل همین اوکی، حالا ما اقدام بکنم. اولین سوال اینه چه مراحلی رو باید برای اپلای طی بشه، یا اینطوری بهتره بگم از تصمیم به اپلای، من تصمیم میگیرم به اپلای تا گرفتن پذیرش به طور کلی چند تا مرحله وجود داره؟ خب کلا
حالا بچه هم قطعا سرچ کردن دیدن، خودتون هم میدونید یه عالمه کانال یوتیوبی که خفن و دقیق در مورد این صحبت میکنن هستن و اونا رو ببینید، خیلی سیستماتیک میتونید اینا رو بدونید که مراحلش چیه و برنامه‌ریزی کنید براش. الان بگم من تو ذهنتون باشه ولی قطعا یادتون ممکنه بره. توصیه میکنم این کانال اپلای ببینید، ایزی اپلای تو یوتیوب میتونید بگید، اون خیلی مشخص مرحله به مرحله گفته و اینکه خب من دارم تجربه شخصی میگم، اون شاید خیلی دیتای بیشتری از افراد مختلف داشته باشه. ایزی اپلای چیز خوبی بود، من خودم اونو استفاده کردم حتی برای مصاحبه چیز داره، ویدیو داره، برای قسمت مختلف داره، خوبه. حالا بگید کلا اپلای سرچ کنید یه عالمه زیاده ولی چیزی من الان تو ذهنمه ایزی اپلای. ولی حالا بخوام خودم بگم یا خلاصه ای از مراحلش اینجوریه که مثلا شما میخواید برای فال 2026 اپلای کنید، الان که فال 2025 داره، برای فال 2025 اپلای کنید، الان فال 2024 باید از الان شروع کنید ایمیل زدن به استادا که بتونید اون استادی که در واقع قرار شما رو انتخاب کنه رو پیدا کنید. یعنی 1 سال قبل از هر تایمی که برنامه‌تون من فلان تایم درسمو تموم میکنم، 1 سال قبلش باید پروسه اپلای شروع کنید و این 1 سال قبله بدون در نظر گرفتن زبانه، یعنی زبانه باید قبل ترش یا حداقل اوایل اون 1 سال داده باشید. یعنی زبانتون چه آیلتس باشه چه تافل باشه، اونو باید مثلا دیگه، من حالا مثلا این تاریخ میذارم فال 2025، الان که تیر اگه اشتباه نکنم اوایست تیره دیگه، مثلا باید مهر آبان امتحان زبانتون رو مثلا داده باشید نهایتاً که به ددلاین ها برسید. شما یه موقعی هست که میرید مصاحبه صحبت میکنید و استاد اوکی میده ولی خب وقتی زبان نداشته باشید اینجوریه که خب ادمیشن رو نمیتونید اپلای کنید براش که ادمیشن بگیرید، در واقع اپلیکیشن دانشگاه رو نمیتونید پر کنید. سر این داستان اولین چیز اینه که زبانتون رو داشته باشید، تو دستتون باشه. حالا یه ذره دیرتر شده اشکال نداره، میگم 1-2 ماه. خوبش اینه که همون هولوش سپتامبر باشه. حالا تایمای میلادیش رو اینجا تایم اینجوریه بگم براتون شاید راحت‌تر باشه، چون به سایت دانشگاه نگاه کنید همه میلادیه. سر این فال 2025 میخواید برید، سپتامبر اینا باید شروع کنید به ایمیل زدن و سپتامبر، اکتبر، دیگه نهایتا نوامبر باید زبانتون داشته باشید، چون که ددلاین‌ها از وقتی که ددلاین تموم میشه شما باید زبان داشته باشید. ددلاین‌ها دیگه آمریکا ددلاینش از نوامبر رو اینا دیگه کم کم شروع می‌کنه تموم شدن، نوامبر و دسامبر. کانادا ذره دیرتره، مثلا تا ژانویه و فوریه شاید هم بعضیا، مارس و آپریل هم شاید بعضیا لیت ددلاین داشته باشن. به خاطر همین زبان رو حتما اولویت بذارید که بگیرید زبانتون. حالا ببینید که دانشگاهی که مد نظرتونه مینیمم نمره زبانی که میخوان چیه، اون رو حتما داشته باشید و بعدش دیگه باید از اون تایمای سپتامبر، چون استاد اینجا معمولا آخر ترم تابستون که وسطای آگوست تموم میشه میرن مسافرت حدوداً 2 هفته یا بیشتر و ترم بعدی مثلا فکر کنید اواسط آگوست تموم میشه ترم، اوایل سپتامبر ترم بعدی شروع میشه، 2-3 هفته وسط، یعنی تعطیل تابستونی بینش تعطیله. تو این بازه که تموم میشه و استاد برمیگردن، این تایم خوبی برای ایمیل، شروع ایمیل ها در واقع اواسط سپتامبر تایم خوبی برای شروع ایمیل زدن و دیگه باید بمبارد کنید، یعنی هی ایمیل بزنید. من میگم دوست داشتم مثلا 300-400 تا ایمیل زده و حتی بیشتر ایمیل زده و بعد از اون تازه شروع شده که جواب گرفتم. من خودم حدود 100 خورده ایمیل زدم، مثلا من خودم 100 خورده ایمیل زدم، فکر میکنم 6 تا مصاحبه گرفتم و مثلا 6 تا 2 تاش یا 3 تاش بود که اوکی شده بود و حالا با توجه به اولویت هم نهایتا اومدم اینجا. و میگم ایمیل زدن یه کار خیلی سخت و رو مخیه که هی میخواید جواب بگیرید، ایمیل میزنید و جوابی نمیگیرید و این یه تیکه اینو باید واقعا تحمل کنید و بدونید که همه افرادی که این پروسه رو طی کردن همه این قسمت سخت جواب نگرفتن و نشنیدن رو گذروندن تا نهایتا یکی بهشون گفته بیا تازه مصاحبه و وقتی مصاحبه رفتی بعدش حالا شاید بهت یه خبر میده قبول میکنه یا نه. به خاطر همین ایمیل زدن جایی که خیلیا پشیمون میشن و ناامید میشن و میرن جلو ایمیل میزنن، 100 تا ایمیل میزنن که از جوابشون نمیده.
بیشتر میزنن جوابشون نمیده و ناامید میشن، میگن اوکی برم ارشد بخونم، اوکی برم دکترا بخونم. قطعا برنامه آلترنت داشتن خوبه، یه پلن بی و سی داشتن خوبه. من خودم پلن سی هم حتی داشتم که اگه نشد چی، بخصوص برای پسرها که اگه نشد سربازی رو باید برن. بخاطر همین پلن داشته باشید که آقا من تا فلان تاریخ که میتونم ایمیل میزنم، تا آخرین تاریخ که میتونید ایمیل بزنید، چون نهایتا وقتی ادمیشن دانشگاه رو بگیرید برای پسرها که یه سال سربازیشون باید بگذره، ادمیشن دانشگاه رو بگیرید میتونید معافیت تحصیل بگیرید از روی اون و بازم اوکی، یعنی تا آخرین لحظه‌ای که میتونید ایمیل بزنید و اپلای کنید این کار رو انجام بدید و هیچ وقت ناامید نشید. از افرادی که اپلای کردن و اومدن اینجا، حداقل تو دانشگاه خودمون، دانشگاه ETS، دانشگاه ما، دانشگاه مکگیل، کنکوردیا، پلی‌تکنیک، دانشگاه مونترال، اینا دانشگاه خیلی خوبی ان تو حوزه مهندسی که بیشتر هم ما خودمون مهندسیم که اپلای می‌کنیم، اکثرا خیلی دکترا شاید اپلای نکنن، پزشکا در واقع هستن تک و توکونا ولی خیلی نه. و حوزه مهندسی اوورال براشون مهمه. نمیدونم دیگه چی داشتم میگفتم، حالا باز سوال داریدتون از بپرسید. بسیار عالی. خب حالا پس این بحث ایمیل ها، خب نکته گفتین در قبل این سوالی که انتو گفتین که چه زمانی به مناسب ترین زمان ایمیله و چجوری ایمیل بزنیم، چه شرایطی و اینها. آره ایمیل زدنه هیچ وقت تایمش تموم نمیشه، یعنی شما از یه نفر ممکنه اوکی رو بگیرید، میونه کلمتون چون یادم اومد گفتم بگم، از یه نفر ممکنه شما اوکی رو بگیرید ولی هیچ وقت تا وقتی که ادمیشن دستتون نیست قطعی نمیشه این داستان. یعنی اوکی میگیرید ولی میگه باشه، من خودم اینجوری شدش، یعنی میخوام مثال بزنم، خودم اوکی گرفته بودم از یه استادی و ما 2 ماه یا 3 ماه داشتیم صحبت میکردیم، چت میکردیم، برای من مقاله میفرستاد بخونم، کتاب میفرستاد بخونم، هی فالوآپ میکرد تو اسکایپ. با اون تایم خیلی اسکایپ رو موضوع، الان فکر کنم اسکایپ خیلی خوب کار نمیکنه، نمیدونم چه جوریه، ولی هی میفرستاد برام، هی فالو میکرد. بعد با خودش میتینگ داشتم، مثلا میخواست فاند بگیره با یه استاد دیگه، میتونن دو تا استاد آورد که بتونن با هم فاند بدن. و میگم یکی از دلایلی که اولام گفتم همین بود، سر این که تویشن مستر زیاد بود تو دانشگاهشون، منو نگرفتم و گفتن که خب نمیصرفه، من الان 36000 تا باید پول تویشن فی مستر بدم، در صورتی که من با 1/3 12000 تا میتونم دانشجو پی اچ دی بگیرم و خب میتونم 3 تا دانشجو پی اچ دی بگیرم اینجوری و 3 برابر تو کار کنه برای من. خب منطقی هم حساب کنیم واقعا نمیصرفه دانشجو مستر بگیره، یعنی زورشو زد اون بنده خدا هم، ولی از نظر پولی براش نمیصرفید، گفت پی اچ دی اومدی مثلا بیا با هم بخونیم که دیگه حالا اون گزینه رفت. ولی استاد منفعت خودش براش مهمه و اینکه میگم 2 ماه 3 ماه شاید شما رو طول بده که ببینه سورس پولی میتونه پیدا کنه یا نه و نهایتاً به شما خبر بده. یعنی شما باید هر کی اینجا منفعت خودش براش مهمه، استاد منفعت خودش براش مهمه، دانشجو منفعت خودش براش مهمه. استاد شما نشود یکی دیگر رو میگیره، ولی شما اگه روی یکی اعتماد کنید و برید جلو تا لحظه آخر و یهو بگه که نه و گزینه دیگه نداشته باشید، شما میمونید و خودتون و این حس خوبی نیست واقعا. یعنی قطعا پلن داشته باشید و ول نکنید تا ادمیشن نیومده، ول نکنید. مثلا از کانادا یه ادمیشن گرفتید، شروع کنید پروسه ویزا و بریدش جلو. ادمیشن و نام فاند رو گرفتید، حدودا خیالتون از سمت دانشگاه استاد دیگه راحته. یعنی ادمیشن بگیرید دانشگاه اوکی داده، نام فاند رو بگیرید استاد اوکی داده، دیگه میرید تو کار ویزا. بله. حالا پس این در مورد ایمیل نکته در نظر گرفته شد. به عنوان آخرین سوال کلی که در مورد این قسمت هست اینه که حالا ما ایمیل هایی که میخوام بزنیم، 2 تا سوال من بهتره توی سوال در نظر بذارم، اینه که یکی این که چگونه با این اساتیدی که فرمودین ما ارتباط بگیریم و 2 اینکه تو ایمیله، یعنی 2 تا رو با یک حالت به صورت کلی میشه جواب دادش، اینکه تو ایمیلی که قراره بزنیم چه نکاتی رو بهتر رعایت کنیم که ایمیلمون در واقع مورد قبول تر باشه برای اون استاد و بیشتر بتونه نظرش رو جلب کنه، که حتی اصلا همون قضیه که بحثی که گفتین شما 100 تا 200 تا ایمیل میزنین، استاد خیلی از ایمیلاش از میاد زیر دستش، 50 60 تا ایمیل میاد زیر دستش، 4 تا رو میخونه و 4 تا جواب میده. اینکه چجوری ما اون ایمیلمون جزو 4 تا باشه که جواب بده و بتونیم ارتباط و اون کانکشن رو با استاد برقرار کنیم کم کم. کلیتش بخوام بگم این که ایمیلتون جزو اون 4 تا باشه خیلی شانسیه، یعنی واقعا شانسیه. شما یه تایم ایمیل میزنید،
بعد ایمیلتون میره اونجا همزمان فکر کن 10 تا ایمیل برای استاد میره و شانسیکشو باز میکنه. خیلی شانسیه. یعنی من با استادی که اینجا هم بودن صحبت میکردم و مثلا در مورد این پروسه که ایمیل دریافت میکنن و اینا حرف میزدیم، یعنی میگم آره واقعا من خیلی تایمات یه ایمیل برام میاد یادم میره، مثلا میگم اوکی بازش میکنم یادم میره، بعد چند تا دیگه میاد یادم میره، اون یکی یادم میره. خیلی شانسی این پروسه. به خاطر همین عملا توی حالا بچه‌ها که مهندسی پزشکی حالا مهندسی برقن میدونن یه probability هر چقدر شما بیشتر ایمیل بزنی احتمالی که ایمیل بیشتر خونده بشه بیشتره، هر چقدر یه نفر رو بیشتر فالوآپ کنی احتمالی که بخونه بیشتره. سر این حالا خیلی خلاصه میخوام بگم چند تا نکته مهم برای ایمیل زدن اینه که یکی این که سعی کنید به اون کشور مقصدی که میخواید ایمیل بزنید ساعت اول صبح کاریشون باشه. یعنی مثلا کانادا بخواید بزنید 8 صبحش باشه، 7 صبحش باشه، این تایم باشه که طرف تازه لپتاپش رو روشن کرده اومده پای سیستم یه ایمیل براش میاد ببینه خب چیه. ایمیلی که 12 شب بهش میرسه قطعا 12 شب تا 7 صبح شاید 20 تا ایمیل برای استاد بره حداقل. نمیدونم خیلی بستگی به این داره که استاد چقدر نتورکش زیاد باشه، ولی وقتی شما ایمیل صبحیه‌ای خب اول میره اون رو چک میکنه دیگه و اون ایمیلی که اول صبح رفته خیلی به نظر میاد، یعنی تایمی که ایمیل زده میشه خیلی مهمه. و اینکه ایمیلتون خیلی خلاصه و مثلا نرید یه متن نمیدونم 10 خطی بنویسید که آقا من میخوام فلان کارو کنم، من پروژه هام اینه. پروژه هاتون و همه چیتون توی رزومتون هستش، در واقع توی ترانسکریپتتون هستش و ایمیلتون که هر چقدر خلاصه‌تر باشه و تو اون خلاصه 3-4 خط بتونید کل مطلب رو بیان کنید و بگید که آقا من برای فلان پوزیشن میخوام اپلای کنم، همونطور که مثلا شما زدید تو سایتت تو وب پیجت و اینترستدم به این حوزه کاری توی خط و این شاید خیلی خلاصه 2 تا از پروژه ها مثلا تو ایمیج پروسسینگ کار کردم و نهایتاً ترانسکریپت و اینا رو مثلا بگی که مثلا فلانم نمره زبانم خوبه بذاری اگه داری و ترانسکریپت رو بذاری. یعنی بیشتر اینجوری نگاه میکنن، نمیاد طرف بگه اوکی 10 خط ایمیل زدی اصلا نمیخونه، یعنی 3-4 خط ایمیل بزنی یه دونه اسکنش کنه سری حال کنه رزومتو باز میکنه، حال نکنه باز نمیکنه. خیلی بستگی به شخص داره. به خاطر همین ایمیل خیلی به نظرم کانسایزو خیلی کم باشه. نکته بعدی اینه که به یه نفر ایمیل میزنید و احتمال میدید که ایمیلتون باز میکنه فالوآپ کنید تو ایمیلتون. یعنی ایمیل زدید یه هفته بعد جواب نداد فالوآپ کنید، 2 هفته بعد جواب نداد فالوآپ کنید. تا 4-5 بار به نظرم فالوآپ کردن روی استاد جواب میده و من خودم مثلا 3 بار شد یه نفر رو فالوآپ کردم آخر جواب داد گفت آقا من پوزیشن ندارم و نمیخوام بدم مثلا، یعنی گفت آقا ولم کن. این داستان چیه؟ داستان اینجاست که برای شما ایمیل زدن کار که هیچ هزینه‌ای نداره، در واقع مفته دیگه. ایمیل میزنید سند میشه میره. به خاطر همین هرچقدر بیشتر بزنید احتمالی که اون شانستون بیشتر بشه و استاد ببینه بیشتره. اوکی شما فکر می‌کنید ممکنه اصلا ناراحت بشه، اصلا طرف نمی‌بینه که ناراحت بشه. یعنی اگه طرف بخواد جواب بده و خسته بشه میگه آقا این چه آدم سیریشیه بذار دیگه ولش کنیم مثلا دیگه ایمیل نزنید، جوابتون میده رو راستی شما راحت میشید همون راحت میشه. به خاطر همین ایمیل رو بزنید و فالوآپ بکنید. فالوآپ کردن خیلی جوابه، یعنی از ایمیل زدن فالوآپ کردن به نظر من مهمتره. این از این و اینکه چجوری هم حتی استادا رو پیدا کنید، برید سایت دانشگاهی که هستش بگردید پیدا کنید، دپارتمان‌های مختلف رو برید بگردید. حالا اون دپارتمان مهندسی پزشکی داریم در موردش صحبت می‌کنیم، بگردید. الکتریکالا کار مهندسی پزشکی می‌کنن، بایومدیکالا که می‌کنن، اونایی که نوروساینس هم می‌کنن دیگه. چه دپارتمان سیستم دانشگاه هم کارهای مهندسی پزشکی می‌کنن. به خاطر همین چون که یه ذره وایدتر مهندسی پزشکی، حالا بستگی به زیرگرایشتون داره، نمیدونم تیشو انجینیرینگ یه ذره میره کارهای کیمستری اینا می‌کنید بیشتر، یا اینکه کارهای مکانیکال تور می‌کنید، یا اینکه بایومدیکال حالا مثلا کارهای سینیور پروسسینگ مثلا من می‌کنید. به خاطر مهندسی پزشکی واید سعی کنید بگردید و این پروسه گشتن دپارتمان‌ها اصلا میذاره پروسه طولانیه، یعنی اینم در نظر بگیرید. شما ممکنه که بخواید برید به یک ایمیل بزنید شاید مثلا توی یه روز 2 تا ایمیل کلا بتونید بزنید، باید برید بگردید دپارتمان، ولی سعی کنید خیلی سلکتیو نباشید، خیلی دیپ نشید که من مثلا نمیدونم رباتیک دوست دارم، مثلا اسپسیفیکلی سرجری ربات‌ها رو دوست دارم تو حوزه مهندسی پزشکی. این کارو نکنید. به نظرم یه ذره وایدتر نگاه کنید که راحت‌تر بتونید استاد رو پیدا کنید و ایمیل بزنید. چون اونجوری فکر کنید یه نفر توی دپارتمان تو این حوزه کار میکنه
و به یه نفر ایمیل زدن احتمالی که جواب بگیرید کمتره، ولی خب شما دانشجوی کارشناسید بیشتر یا نهایتا ارشدید و هنوز جا داره که یه عالمه پروژه‌های مختلف کار کنید. نهایتا شاید 1 سال یا 2 سال روی پروژه توی یکی از لب‌های دانشگاهتون مثلا کمک کردید، کار کردید، ولی خیلی اصلا مستر چیزی میخونه، دکترا چیز دیگه میخونه یا مسترش چیز دیگه میخونه. کلا به نظرم یه تعداد بیشتر ایمیل بزنید و مثلا یه دپارتمان 5 تا شاید مثلا این حوزه کار میکنه ایمیل بزنید و سعی کنید که تو ایمیل زدن هم استادا رو بکاپ داشته باشید. مثلا از دپارتمان الکتریکال انجینیر دانشگاه ETS که دانشگاه ماه مثلا میخواید بهش ایمیل بزنید، 5 تا استاد الکتریکال تو حوزه شما حدوداً کار میکنن. تو این 5 تا استاد خوب نیست همه رو با هم بزنید. نکته اول، چون 5 تا رو با هم بزنید اینا توی لب باشه، 2 تا 3 تاشون دانشجو خوبی باشید، مثلا 2 تاشون هم اینترستد بشن، حتی ممکنه اینا کلابوریشن با هم داشته باشن و بگن که ای فلانی به من ایمیل زد، بهمانی هم به من ایمیل زد و یه ذره ضایع است این حرکت. خب اینم سعی کنید حتما حواستون باشه. اینم یکی از دوستان داشت تعریف می‌کرد، قشنگ یادمه میگفتش که یه دانشجو دکترا گرفته بودن، بعد میگفتن که آره این مثلا توی دونو میتینگ رفتن که می‌خواستن گروه انتخابش کنه و میگفتن که آره این دانشجو هم به من ایمیل زده بود، اون یکی استاد گفت به من ایمیل زده بود، یه ذره بد شد ولی فکر کنم آخرش گرفتنش، ولی خیلی شانسیه مثلا طرف خوششون بیاد ازت، این چطور باشه خیلی کاری ندارم، ولی اینجوری کار کنید که ایمیل اولو بزنید، فالوآپ کنید، جواب نداد بگید اوکی خدافظ، بعدیو بزنید. یعنی بکاپتون یه اکسل داشته باشید، همه استادا وقتی دارید میگردید همه رو پیدا کنید، لیست شده منظم باشه، وقتی که جواب نداد بعدی دیگه وقتی جواب نداد دیگه تقصیر شما نیست و هیچ چیز زشت و بدی هم وجود نداره. اینم در مورد ایمیل زدن و استاد پیدا کردن. به نظر اینا نکته مهمیه که رعایت کنید، خوبه توی این داستان ایمیل زدن. بله بسیار عالی. به عنوان آخرین سوال از این قسمت، یعنی قسمت دوران اپلای و اینها، سوالی که هست اینه که چه توصیه‌ای برای نوشتن یک SOP همون استیتمنت آف پروپوزال دارین برای حالا کسایی که اینجا هستن، چه توصیه‌ای دارین که چگونه باشه خوبه؟ برای SOP خیلی فرق داره مدل SOP. یه سری SOP داریم که خیلی خلاصه است، برای استاد می‌نویسی، یکی از برای دانشگاه می‌نویسی، همه برای استاد ولی خب باید خلاصه تر بنویسی. خیلی از استادا نمیخوان، خیلی از استادا میخوان، خیلی در حد یک کاور لتر کوچیک میخوان، ولی خیلی طول اون SOP به نظرم بهش دقت نکنید، یه صفحه 2 صفحه به نظرم کافیه. و اینکه از لانگ از هر چقدر که پیپر دارید، نمیدونم کار کردید، پروژه دارید، اونا رو توضیح بدید. و چیزی که خیلی تو SOP نوشتم مهم اینه که دروغ راست باشید، راستشو بگید، چون که دروغ بگید بعدن ضایع میشه دیگه، مشکل نوستده میگیره و بد میشه. اینو حتما دقت کنید که وگرنه SOP نوشتنه که بیایید بگید که چی کارا کردید، هدفتون چیه و چرا میخواید باش مثلا PhD رو بخونید، نمیدونم ارشد رو بخونید. یعنی صرف اینه که طرف بدونه که آقا شما برنامه داری، این برنامه داشتن براش مهمه. به نظر مهمترین نکته همینه که پروژه‌ای که کار کردید و خود واقعیتون رو توش پرزنت کنید. خیلی اپتیمیستیک، خیلی زیاد نباشید، یه ذره حالا بهتر میشه بنویسید که جذب شه، ولی سعی کنید خودتون بنویسید و سعی کنید یه ذره تو نوشتن خودتون هم باشه. خب الان چت جی پی تی هست، بچه‌ها میدن چت جی پی تی خیلی طول بنویسه. خب خیلی من خودم برای مقاله‌ام خیلی از چت جی پی تی استفاده کردم، ولی داستانش اینجاست که اونی که میدید باید متنشون در سطح شما باشه و چت جی پی تی حالا تو بحث کاور لتر نوشتن، SOP نوشتن اوکی، مشکل نداره، ولی بعدن تو مقاله در واقع دادن پلیجریزم حساب میشه و دیگه شاید شما مثلا از این کنفرانسایی که خاصی مثلا من بشین نتونید مقاله بدید، به خاطر الان دارن یه سری پالیسی‌های خاصی میذارن روی چیزایی که چت جی پی تی جنریت میکنه که تو کلا پالیسی کانفرنس‌ها، حتی تزای دانشگاه‌ها، اصلا کتابخونه دانشگاه مثلا یا همه خیلی از دانشگاه ایونت میذارن که آقا پلیجریزم چت جی پی تی چجوریه داستانش، اون کرایتریایی که داره، اون محدودیتی که داره چی، حواستون باشه. و سعی کنید حالا برای کاور لتر نوشتن خیلی فرق نمیکنه، ولی برای پیپر نوشتن بعداً اینو در نظر بگیرید که اون چیزی که اون جنریت میکنه میاد تو دیتا ستش بعدن و دوباره جنریت میشه و ممکنه خیلی شبیه هم باشه. یعنی شما میرید یه تکست ها خیلی شبیه همه. به خاطر همین
سعی کنید اون چیز متنی که میگیرید رو سعی کنید یه ذره ادیتش بزنید و سری کلمه‌های قلمبه سلمه‌شو بردارید و در حد لول خودتون کلماتش استفاده کنید که بعداً یه متنی خودتون نوشتید بد نشه. بسیار عالی. خب حالا ما از دوم قسمت هم گذر کنیم و سوم قسمت ما در مورد زندگی دانشجویی در کانادا. خب الان اصلا به این بحث برسیم که خب دانشجو حالا پذیرش گرفته و اوکی و حالا میخواد وارد کانادا بشه و میخواد در اون کشور زندگی کنه. بالاخره توی کشوری حدوداً شاید 19 سال 20 سال 21 سال توی یک کشور توی ایران زندگی کرده و حالا میخواد تغییر مکان بده و مهاجرت کنه. شاید میشه گفت حساس ترین در واقع کار زندگیش داره انجام میده، شاید یکی از حساس ترین کار زندگیش. این که توی از تردید شما تجربه‌ای که داشتین به عنوان دانشجوی ایرانی که در کانادا زندگی قرار بکنه و زندگی دانشجویی انجام بده، چه چالش‌هایی و چه حالا چالش‌هایی وجود داره و برای این چالش‌ها چه راهکارهایی وجود داره، یا به طور خود بهتر بتونیم بگیم چگونه ما خودمون رو با سبک زندگی توی کانادا و فرهنگی که اونجا وجود داره اخت بدیم و سازگار کنیم که این چالش‌ها رو بتونیم حلش کنیم. با توجه به اینکه حالا شما خب تو ایالت مونترال هستین و اونجا خب زبان غالب چون زیر مجموعه کبک زبان غالب مردم به صورت فرانسویه، چیزی که حالا هستش من در جریان هستم و خب این شاید برای خیلی از دانشجو شاید میگم این برای شما یک چالش ایجاد کرده باشه، یا برای خیلی از ایرانیان این که مثلا با زبان انگلیسی برن اونجا و همین زبان فرانسوی بودن اون ایالت براشون باعث چالش بشه، چه برای کار پیدا کردن چه برای ارتباط گرفتن و اینها. از قبیل این چالش‌ها یا کلاً چالش‌هایی که وجود داره که حس می‌کنین که به عنوان کسی که اونجا تحصیل کردین و دارین تحصیل می‌کنین باهاش روبرو شدین تا الان و احتمال داره دانشجو باهاش روبرو شه و چه راهکاری براش وجود داره رو ممنون میشم به ما یک توضیح کلی بدین. خیلی این چالش‌ها فرد به فرد فرق داره، یعنی خیلی بسته به فرد به نظر من و یکی ممکنه خیلی با اینکه حالا جدا از خانواده زندگی کنه اوکی باشه و خیلی سختش نشه و یک خیلی ممکنه یه سری باشن که سختشون باشه، یعنی خیلی بستگی به فرد داره. خب مهمترینش اینه که خب دوری از خانواده رو باید تحمل کنی، دوری از شهر رو، نمیدونم آدمایی که میشناختی، کسایی که در واقع همزبونت بودن رو باید دیگه تحمل کنی. این داستانش یه مقدار حساسه و یه سری خب من مثلا یکی از دوستام ایتالیا بودش و تعریف میکرد که واقعا یکی از دوستاش که همخونش بود نمیتونست تحمل کنه و واقعا می‌خواست برگرده ایران و سخت بود و چیز واقعا هم سخته. یعنی حالا یکی از چیزای جانبیشه که باید در نظر بگیرید اگه خب یه هدف مشخصی دارید اینو باید تحمل کنید دیگه، کارش نمیشه کرد. ولی خب دوری از خانواده به نظرم یکی از مهمترین چالشاشه و وقتی مثلا میره جلوتر خب قطعا کامیونیتی ایرانی اینجا داره، آدمای ایرانی هستن، ولی خب تو فکر کن یه آدمی، یه مجموعه آدمی، یه سری دوستایی داشتی تو دانشگاه، تو خونتون، نمیدونم محلتون، بالاخره با اون آدما چندین سال زندگی کردی و میخوای یه محیط جدید، جامعه جدید، یه دونه کامیونیتی جدید برای خودت ایجاد کنی، طول میکشه و این اخت شدن به قول شما با کامیونیتی جدید این یه مقدار زمان میبره. خیلی بستگی به آدمش داره. یه سری اصلا راحت میتونن با آدما خیلی جفت و جور بشن، ارتباط بگیرن و خیلی شاید براشون مهم نباشه که اون آدمی که انتخاب میکنن جزو دایره دوستیشون، دایره افرادی که باهاشون بگردن چه جور آدمایی ان. خب این آدما خیلی راحت‌تر شاید بتونن با کنار بیان با این داستان و خب یه سری هم هستن که خیلی باید بگذره یه دوستی رو انتخاب کنه، طول میکشه، زمان میبره تا توی محیطا بتونه خودمونی بشه. میگم خیلی این سال شخص به شخص فرق داره و اینو در نظر بگیرید که نظر مهمترین نکته اینه که هدفتون رو اگه در نظر بگیرید که آقا من میخوام نهایتاً تو این رشته فارغ التحصیل بشم، کار کنم و جلوتر، این میتونه خیلی از سختیاشو در واقع جبران کنه. و میگم آره قطعا حالا استان کبک اینجوریه که فرانسوی زبونن در واقع اکثر مردم لوکالی که هستن. حالا جای دیگه مثلا بچه‌ها اپلای کنن خب انگلیسی حرف میزنن و مشکلی نداره، فقط کبک اینجوریه. مشکلی اونجوری هم نیست در واقع، چون که تو دانشگاه ما انگلیسی صحبت میکنیم و پروگراممون انگلیسیه، یعنی تو دانشگاه مشکل نمیخوریم. ولی اینکه حالا دوستای فرنچ اسپوکن داریم، فرانسوی صحبت میکنن داریم و
از این لحاظ باشون ارتباط میگیریم و اونا هم اوکی و مشکلی نداره. شاید تعداد افرادی که فرنچ صحبت میکنن خیلی بیشتر باشه توی دانشگاه‌های مونترال، به خصوص دانشگاه فرانسوی زبان مونترال که ایتیوس که دانشگاه فرانسوی زبانشه. مثلا تو مکگیل اینجوری نیست، تو کنکوردیا اینجوری نیست، ولی اوکی کارمون را میفته و مشکل نمیخوریم و مثل بقیه دانشگاه تو فضای آکادمیک مشکل نیست. ولی میره جلوتر تو فضای شهر شاید بعضی وقتا به مشکل بخوریم، با اینکه باز مونترال یکی از شهری که خیلی افراد اینترنشنال توش زیادن، با اینکه فرانسوی زبان بودن یه چیز مهمیه تو شهر، ولی خیلی زیادن، افراد مختلف هستن و کلا کانادا داستان اینجاست چون مولتی کالچوراله و افراد مختلف از فرهنگ‌های مختلف هستن. خیلی آدم احساس اینکه توی جامعه افتاده تک افتاده رو پیدا نمی‌کنه، چون میدونه همه اومدن و مهاجر زیاده و همه مثل همه شرایطشون. این حسه تو کانادا خیلی راحت تره تا نمیدونم تو آلمان تا ایتالیا که من میشنم از دوستام. به خاطر همین خیلی اونجوری به نظرم اذیت نمیشید از این لحاظ. و آره به نظرم مهمترین چالشش ایناست و زمانم باید بدید، زمان میبره. اون کلا من خودم اول اومدم و الانم که الان 2 سال بودم شده گذشته از اومدم. قبلی ها من گفتم، من به بعدی میگم که باید زمان بدید که بگذره و مهاجرت سخته و طول میکشه. 3-4 سال اولش سخته که تو بتونی پایه و اساس یه زندگی جدید توی کشور جدید رو شروع کنی. تو فکر کن 23-4 سال توی کشور زندگی کردی و نمیتونی یهویی کل 23-4 سال بذاری کنار و فکر کنی مثل اون میتونی اینجا زندگی کنی. زمان میبره. من خودم 6 ماه اولش واقعا خیلی و از نظر روحی حالم شاید خوب نبود، شاید طول کشید تا بتونم با اون اجتماعی که توشم بتونم وفق پیدا کنم، ولی زمان میگذره و شما هم دوستاتون و کامیته جدیدتون میسازید و زندگی جدیدتون رو شکل میدید و میگم باید بذارید زمان بگذره و این تو این پروسه که زمان میگذره و حالتون شاید خوب نباشه یه تایمی، اگه به هدفتون فکر کنید باعث میشه انرژی بگیرید. بله بسیار عالی. خب حالا از این در مورد با زندگی دانشجویی و چالش‌هاش رو مطرح کردیم. یه سوال دیگه که پیش میاد که یه کامبک میخوره به اصلا یه برگشت میخوره به نکته اولی که شما فرمودین در رابطه با اون بحث تحصیل، اینه که خب شما گفتین که تو ارشد اصلا یکی از دلایلی که شاید اساتید در واقع ترغیب نمیشن که دانشجو رو جذب کنن یا دانشجو رو بهش در واقع اپلای بدن و اینها به خاطر هزینه شه. یه به صورت کلی حالا میدونم خب ایالت به ایالت دانشگاه به دانشگاه شاید متفاوته این قضیه، ولی هزینه تحصیل توی کانادا حدوداً چقدره و اصلا حالا مهمتر از اون هزینه تحصیل برای بچه‌ها اینه که آیا برای ارشد میشه فاند گرفت، میشه فول فاند گرفت، شرایطی داره؟ یعنی این خیلی سوالی که شاید برای بچه‌ها مطرح باشه که آقا هزینه‌اش چقدره، فاند میشه گرفت، اصلا نمیشه فاند گرفت، باید کل هزینه رو جیب بدین. و حالا یک توضیح دادین شما و یک کلیاتی رو، حالا اینو باز خورده تمرکز بیشتر روی این قضیه اگه بتونین به صورت کلی‌تر بگین که هزینه تحصیل حدوداً چجوریه و اینکه آیا میشه فاند گرفت، نمیشه و شرایطی داره فاند گرفتن نداره، اینها رو هم توضیح بدین. کلا میگم همونطور یاره گفتم توی ارشد خیلی هزینه ها بالاتر، مثلا تویشن فی ها شهری ها خیلی بالاتر از پیش میاد. مثال میگم که بچهای سنسی از هزینه داشته باشن، توی دانشگاه ما و اکثر دانشگاه‌های مونترال حداقل من اطلاع دارم تویشن فی مستر حدودش $20,000. خب حدوداً $20,000 ولی تویشن فی دکترا هولوش $4,000 تو سال. حدوداً یه عدد متوسطی بین دانشگاه‌ها رو دارم میگم. یعنی اختلافشون اینه که طرف ترغیب نمیشه بگیره دانشجو رو، به خاطر همین سخت‌تر میکنه قطعا وقتی این اختلاف در واقع میگن دیگه مثلا مانی تاکس، در واقع چیزی که الان پول صحبت میکنه، پول برای استاد دانشگاه هم که ریسرچ میکنه علم بهتر از ثروت نباشه نمیتونه علم رو گسترش بده. خب به خاطر همین وقتی که نمیصرفه سخت‌تر میشه بگیره دانشجو رو. کل قضیهش اینه و هزینه هاش میشه فول فاند در واقع هزینه هاشو کاور کرد، ولی اونم سخت میشه. یعنی پارشال فاند خیلی بیشتر میان اینجا، فول فاند کمتره، ولی اگه خب شما یه بک‌گراند خوبی داشته باشید و استاد بخواد شما رو حتما بگیره
فول فاند هم بهتون میده، پوزیشن فول فاند هم میده بهتون. و اینکه یه سری اسکالرشیپ هم هستش میکنید در کنار اون فاند دانشگاهتون بگیرید. سختیش اینه که برای افراد اینترنشنال اسکالرشیپ ها کمتر تا افراد لوکال و اونایی که اقامت دائم دارن. به خاطر همین یه ذره سخت‌تر میشه اونا رو گرفت، ولی میشه اونا رو هم گرفت. مثلا دانشگاه خود ما با اینکه 20000 تا شهریه ارشدشه، ترم اولو که شهریه رو میدی که مثلا 1/3 20000 تاست، هولوش 7000 تاست، از ترم بعدی اگه معدلت از یه حدی بالاتر باشه، یه مینیمم داره، از اون حد بالاتر باشه، وارد یه دونه رقابت میشی و تو اون رقابت نمیدونم 10 نفر 15 نفر اولو شهریه‌شون رو میکنن شهریه لوکال و مثل هموستانیای کبکی میکنن در واقع. و خب اینجوری یعنی یه ذره سختی داره که معدل تو برسونی به اون مقدار، ولی وقتی برسی به اون مقدار تو هم مثل بقیه میشه معدل شهریت و خیلی راحت تر میتونی در واقع زندگی کنی اینجا. و فکر کنم با شهریه به جای ترمی 7000 تا ترمی 1000 تا میدی و خب میتونی هزینه زندگی خیلی کمتر میشه و فاندایی که میدن در واقع کاور میکنه این هزینه زندگی تو این صورت. در واقع اسکالرشیپ ها رو وقتی دارید دانشگاه انتخاب میکنی به تویشن فی و اسکالرشیپ هایی که وجود داره تو اون دانشگاه به نظرم خیلی دقت کنید که بتونید اونا رو هم در نظر بگیرید و بگیریدش. و اینکه میگم فول فاند هم میشه. من خودم فول فاند بودم در واقع، با این اسکالرشیپی که گرفتم دیگه فول فاند شدم عملا، دیگه شهریه ندادم اونقدر زیاد و خیلی از دوستانم تونستم بگیرن. چیز عجیب غریبی نیستش برای بچه‌ها که تو ایران نمره هاشون خوب بوده و میتونن نمره خوب بیارن و تو ایران شاید سخت‌تر باشه شاید درس خوندن، حالا شاید جای دیگه هم باشه، من تو ایرانش درس خوندم و میدونم اینجوریه که میتونن بچه‌ها، دوستان من تونستم شما هم میتونید، یعنی چیز عجیبی نیستش. و اولویتتون توی ایمیل زدن این باشه که فول فاند پوزیشن بگیرید، ولی دیگه ورست کیس نشد پارشال هم باشه و باید در نظر بگیرید که بتونید با اسکالرشیپ‌های دیگه جبرانش کنید تا جایی که میتونید از جیبتون پولی ندید، چون واقعا ریالیو بخوای $2 کنی واقعا نمیصرفه. بسیار عالی. اگه بخوایم وارد آخرین در واقع تایتل سوالات که حالا از پیش نشوره بشیم، تایتلش به این تایتل این بوده که حالا ما قرار شد تو این وبینار وارد بازار کار خیلی نشیم و بیشتر در همین حوزه آکادمیک و کارهای در واقع اپلای و اینها صحبت بشه. ولی حالا به صورت کلی اگه بخوام یک گریزی هم بکنم، شاید میگم سوال خیلی از دوستانی که اینجا حضور دارن باشه و براشون ابهام وجود داشته باشه، یکی از چیزایی که حالا شاید بعضی حالا تو ایران میشنم اینه که مثلا بازار کار مهندسی پزشکی خب به واسطه اینکه خب رشته حالا تو ایران که رشته نوعیه، تو دنیا هم حالا رشته‌ای که شاید قدمت خیلی مثلا چندین ساله مثل برق و مکانیک و اینها نداره و ادغام شده از این رشته مختلف و شده رشته و تازه در حال در واقع دیولپ هستش. این که آیا بازار کار مهندسی پزشکی در کانادا همچنان حالا در این حدی که شما اطلاعات تو این زمینه دارین محدود یا بهبود یافته، یا اینکه کلا وضعیت بازار کار تو بازار کار مهندسی پزشکی تو کانادا یا اصلا همون هوش مصنوعی تو مهندسی پزشکی این عناوین به چه گونه است و چه جوری در واقع هستش این وضعیت در واقع حالا این رشته داخل کانادا میشه کار پیدا کرد؟ اصلا ما داریم صحبت رو می‌کنیم برای اپلای یا اینها، طرف مثلا بیاد 2 سال ارشدش بخونه نه بره کشور دیگه کارشو پیدا کنه، یا نه میتونه ارشدش که خون همونجا حالا شروع کنه و جستجو کنه و سرچ کنه برای در واقع جواب رو برای این مسائل. کلا صرف مهندسی پزشکی نه، کلا حالا اونایی که بیشتر حوزه های AI ریلیتد هن، حوزه های هوش مصنوعی طورن، یه مقدار کار پیدا کردن الان سخت و رقابتی شده، یه مقدار الان استاک خوابیده کلا و شرکت ها لیاف میکنن بیشتر. اینو واقعیته که الان خود من بهش خوردم و الان من دارم دنبال کار میگردم و سخت‌تر قبول میکنن که حتی بهت مصاحبه بدن که بری شروع اون چندی مرحله مصاحبه برای کار رو انجام بدی. این واقعیت که هستش به خاطر همون رکود جهانی که بعد از کرونا و جنگ اوکراین و اینجا، جنگ اوکراین اینجا هم تاثیر گذاشت و این اتفاق افتاد و خیلی لیافا زیاد شدن، ولی چیز بعیدی نیستش و همچنان میگیرن نیروی کار و پوزیشن‌ها رو میذارن برای اپلای کردن دانشجوهایی که تازه اومدن و برن سر کار. کلا این پروسه‌ای که بخوای از بعد تحصیل و بعد گریجویت شدن وارد محیط کار بشی
یه پروسه کاملا جداییه و پروسه‌ای که اینم زمان بره، یعنی دوباره باید وارد ایمیل زدن بشی، دوباره وارد اپلای کردن برای جاب بگردی، پوزیشن مختلف پیدا کردن باشی. و حوزه مهندسی پزشکی هم به نظر من، یعنی چیزی که دارم میبینم ریسرچ‌هایی داره انجام میشه، یه حوزه‌ای که داره اینجا هم زیاد رشد میکنه و خیلی استارتاپ‌های زیاد دارن توش سرمایه‌گذاری میکنن. ولی میگم چون که پول خیلی زیاد نیستش هنوز، الان اوضاع مارکت خیلی خوب نیستش، کمتر استخدام میکنن، ولی کار هستش، یعنی کار میکنن، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری میکنن، ولی شاید ریکروت کردنشون یه ذره کندتر شده باشه. به خاطر همین پروژه‌ای که داره مثلا میشه، اکثر پروژه‌های کامپیوتر ویژنی در واقع آنالیز کردن سیگنال‌های، نمیدونم حالا سیگنال که حوزه کار خودم، حالا بیشتر حوزه‌های تصویری که میکنن، خیلی تو کامپیوتر ویژنیا در واقع تقاضاش زیاد شده بعد از داستان LLM که الان همه میخوان بیان با از LLM، هر کی میاد LLM استفاده میکنه که بیاد در واقع اون بحث کلاسیفیکیشن و پردیکشن و هر چیز دیگه که هست انجام بده. خیلی این بحث زیاد شده و چیزی که حالا من میخوام توصیه کنم به بچه‌ها و به درشون الان بخوره اینه که این نالجی که دارید تو مهندسی پزشکی اینو سعی کنید حفظ کنید و خوب بلد باشید، چون که همه اون نالج کناری بلد بودن AI رو میتونن کسب کنن. یعنی کسی که تحصیلات آکادمیک نداره با توجه به تجربه‌ام اونم میتونه در واقع مدل ماشین لرنینگ بنویسه، بیاد یه ورودی بگیره، خروجی بگیره، چیزی پردیکت کنه. ولی نهایتا شما که 4 سال 5 سال کارشناسی خوندی یا ارشد خوندی و مهندسی پزشکی خوندی و یه تحصیلات آکادمیکی داری، میتونی با اکویپمنت‌های مهندسی پزشکی چجوری کار کنی. نمیدونم با ربات‌هایی که عمل جراحی میکنن، سرجری میکنن، چجوری کار کنی، با این بازوهای که در واقع پروتزی چجوری کار کنی و بدونی حالا مکانیکالش، حالا بحث کمیکالش، یا حتی بحث کار کلن کدینگ و مثلا پروسسینگ، آنالیز کردن همه این دیتایی که الان میگیریم و آنالیز کردنشون باشه. وقتی یه نالج علمی آکادمیک داشته باشی یه دونه پلاس میشه برات و باعث میشه که تمایز بین تو و اون فردی که تحصیلات آکادمیک نداشته و رفته خودش یاد گرفته، نمیگم چیز بدیه یا کار بدیه، اونم قطعا مسئولش اونجوری بوده، ولی خب برای ما که بحثمون الان مهندسی پزشکی و کسی که تحصیلات آکادمیک داشته تو این زمینه، چون که لازمه که تو 4-5 سال درس بخونی که بتونی بفهمی چجوری این وصله کار میکنه، نه 70 دقیقه باید پاس کنی که بتونی بدونی که چجوری این کار میکنه. به خاطر همین سر این داستان سعی کنید که نالجتون تو اون درس زیاد باشه که اون ماشین لرنینگ رو که همه استفاده میکنن بتونید اپلاید تو اون در واقع اپلیکیشن خاص استفادهش کنید. یعنی در واقع فکر کن من مثلا کارم تخمین بیماری با استفاده از سیگنال فیزیولوژیکیه، بدونم مثلا با روش‌های دیگه چجوری تخمین میزنم، بدونم که سیگنال فیزیولوژیکی EEG چیه، کاراکتریستیکش چیه، چجوری باید فیلترش کنم، چجوری باید EEG رو تمیزش کنم، چجوری نمیدونم حالتهای خاص که بیماری خاص ایجاد میشه چیه، توی مثلا حالت خیلی دیپ نمیشم ولی بدونم کاراکتریستیک اون سیگنالم چیه. ولی اون کسی که نالج نداشته نمیدونه، اون کورس پاس نکرده، این میشه برتری شما توی اون حوزه کاری و وقتی اینو بلد باشید به عنوان یه اپلیکنتی میشه که نالج اسپسیفیکلی مهندسی پزشکی داره. به نظر من خیلی نکته مهمیه و بازار کارم میگم چیزیه که مثل اپلای کردن که باید بگردی و تا بتونن اون در واقع ریکروتر، اون کسی که کار میده به شما، انتخابتون کنه. یعنی مثل بقیه بازار کاراست به نظرم خیلی الان فرقی نمیکنه. بسیار عالی. خب من از قسمت سوال‌های خودمون گذر می‌کنم و به این سوالایی که دانشجویان از قبل برای تیم اجرایی فرستادن به اونا می‌پردازیم. من این سوالا رو دارم نگاه می‌کنم، یه سریشون خب پاسخ داده شده، مثلا اینکه حالا رزومه چجوری بنویسیم، ایمیل چجوری باشه و اینها. یه چند تا سوالی هستش که در طول خلال در واقع صحبت‌های ما هنوز پاسخی براش در واقع مطرح نشده باشه اینها، من اونا رو سعی می‌کنم روش تمرکز داشته باشیم. مثلا یه سری سوال پرسیده شده که توصیه برای دانشجویان پایین‌تر کارشناسی چیه، رزومه سازی چجوری انجام بشه، شرایط مهندسی پزشکی تو کانادا چجوری، خب اینا پاسخ داده شد. و اینکه اصلا کدوم درس‌ها رو جدی بگیریم تو دانشگاه، اینها هم گفتیم که کورس‌ها چجوری بخونیم و اینا. یه سوال مثلا پرسیدن که اینکه
ارتباط مهندسی پزشکی و رابط مغز و کامپیوتر چیه؟ یا اصلا اینطوری بهتر بگیم آیا میتونیم از طریق مهندسی پزشکی به حوزه‌های نوروساینس، نورو انجینیرینگ، برین کامپیوتر اینترفیس یا کامپیوتیشنال نوروساینس وارد بشیم؟ یعنی از این حوزه آیا از حوزه مهندسی میشه ورود پیدا کرد به اونها و مثلا ما تو اون حوزه بخوایم فیلد ارشد یا ادامه انجام بدیم چه جوریه؟ شدنش که همه کاری میشه کرده، همه کاری میکنن، اینش که قطعا میشه، ولی خب قطعا برای اینکه تو حوزه نوروساینس و اینا بتونید در واقع یه برتری داشته باشید و یاد بگیرید و بتونید چیزی برای گفتن داشته باشید، باید بدونید خب قطعا یه مقدار اون دانشجوهای سایکولوژی خیلی شاید بیشتر این سمت قبلا کار کرده باشن و اینجوریه که به نظر من با اون نالج مهندسی پزشکیتون و چیزی که خودتون بتونید ادیشنال یاد بگیرید و برید دنبالش، یعنی اینجور چیزی که توی پروژه ها استفاده میشه. من خودم اپلاید مثلا نوروساینس هم استفاده کردم توی پروژه‌ام، چون که مثلا بحث دیپرشن دیتکشن ما کار میکردیم و خب باید بدونی که در واقع کدوم قسمت مغز داره تأثیر میذاره روی این دیتکت کردن در واقع افسردگی، دیپرشن. به خاطر همین چیز جدایی نیست، به نظر اینا همه در گروه هم دیگه ان. یا اوکی بی سی آی مثلا برای کامپیوتر اینترفیس بخوای توش کار کنی، باید اونم به بک‌گراند داشته باشی، باید بری یه سری کورس پاس کنی، یا نالج داشته باشی، ولی به نظر اینا همش تو گروه هم دیگه ان و خیلی به علاقه شما بستگی داره و اگه واقعا دوست دارید نوروساینس کار کنید بخونید و تو رزومتون هم اد کنید که آقا من این پروژه‌شو انجام دادم، این کورسو پاس کردم. این خیلی بستگی به شما و علاقه‌تون داره. اینم میگم بی سی آی و نوروساینس هم یکی از حوزه‌ای که واقعا الان داره روش زیاد کار میشه و داغ هم هست، یعنی اگه دوست دارید و خوشتون میاد هیچ تداخلی نداره. بسیار عالی. یه نکته، حالا یکی از دوستان سوالی که پرسیدن این بوده که اگر به گذشته برمیگشتید و خودتون می‌ذاشتین تو شرایطی که الان دانشجوها انگار تو این وبینار نشستن و دارن در مورد صحبت یک حالا خرید خارج از کشور میشنون و میخوان تصمیم بگیرن برای اپلای، اگه به گذشته به 2 سال 3 سال قبل برمیگشتین چه کاری رو انجام میدادین که انجام ندادین؟ یعنی در واقع اینطوری میتونم بهتر بگم که چه کار میکنین که چالش هاتون برای اینکه بورسیه بشین، برای اینکه بتونین برین کمتر بشه یا با مشکلات کمتری روبرو بشین، راحت‌تر اتفاق بیفته؟ یکی از چیزهایی که شاید انجام میدادم این بود که یه سری شاید سافت اسکیلایی که داشتم و شاید بیشتر میکردم و حالا تا حد خوبی من سافت اسکیلای خوبی داشتم، یعنی چون پیپر داده بودم توی کارشناسیم اوکی بودم، ولی سعی می‌کردم یه ذره بیشتر رو بحث تکنیکال رایتینگ هم بیشتر کار کنم. این خیلی کمک میتونه بکنه. چالشایی که من داشتم تو ریسرچ شاید همین رایتینگ بود، یه ذره طول کشید تا بهتر بشن نوشتنم. همیشه رایتینگ داستانه. و اینکه سعی می‌کردم یه ذره بک‌گراند علمی هم بیشتر از اینی که هست بکنم. مثلا تو پروژه هایی که کار میکنم قطعا خب وقتی پروژه جدید کار میکنیم باید دوباره بری براش بخونی، باید دوباره نالج جدید کسب کنی، ولی سعی میکنم بک‌گراند و بیس همو خیلی بهتر از اینی که الان هست بکنم که توی سری جاها مثلا یه سری ممکنه توی پروژه به نقطه‌ای بخورم و ندونم چیکار کنم، شاید اگه بک‌گراند علمی بهتر بود شاید سریعتر به اون میرسیدم، مثلا شاید بیشتر طول کشید که سری تایمو بتونم نتایج بهتری بگیرم از پروژه هام. چیزی که من شاید حسرشو بخورم همینه، یعنی به نظرم سعی کنید کورس رو ممکنه پاس کنید و فکر کنید به درتون نخوره و شاید هم به درتون نخوره واقعا، ولی اگه کورسی رو پاس میکنید و فکر میکنید به درتون خورده و فکر میکنید که لازمتونه، اون کورس رو قشنگ توش خبره بشید، توش بلد کار بشید که میدونید که من میخوام ارشد دکترا تو این حوزه کار کنم. سعی کنید اون کورس، اون پروژه که هستش اونو کلا خوب بشید توش، تو چیزی که زدید تو رزومتون خوب باشید. این به نظرم خیلی مهمه. بسیار عالی. خب به من آخرین سوال از این قسمت و کلا سوالی که مطرح هستش میشه اینو ما بپرسیم، اینه که سوالی که از دانشجویان بوده اینه که کدام گرایش مهندسی پزشکی برای مهاجرت و بورسیه بهتره؟ حالا بهتر تو منظورشون کانادا بوده دیگه، توی کانادا کدوم گرایش بهتره و شاید اینطوری بتونیم هم مورد استقبال بیشتری، یعنی بهتر پذیرش میگیرن، همین که میتونه آینده بهتری داشته باشه براش تو این حیطه.
الان یه جوری شده که تو همه قسمت‌ها، حالا مهندس پزشکی بخوایم صحبت کنیم، تو همه قسمت‌ها داره سرمایه‌گذاری میشه. فاندهای مختلف تو همه گرایش‌های مختلف مهندس پزشکی هست. میگم تو تیشو انجینیرینگ هستش، الان مثلا یکی از شرکت‌ها هستش روی پروتئین دیزاین کار میکنه که این حالا خیلی بحث در واقع دیپ لرنینگی کار میشه، یعنی حتی بحث این که بخوای آرتفیشال اینتلیجنس کار کنی و اون گرایش بیشتر کار کنی، اونور که خیلی زیاده. ولی میگم با این که حالا بحث دیپ لرنینگ و ای آی رو بذاریم کنار، حالا نمیدونم مهندس پزشکی من خودم برق بودم گرایش دیپ لرنینگ هم یعنی ای آی هم داره یا نه، ولی اگه نداره همشون استفاده میکنن نهایتا. ولی اگه اونو بذاریم کنار، هم تو بحث میگم مکانیکال کار که ربات‌های در واقع جراح و اینا هست استفاده میشن، هم تو بحث کمیکال کار که در واقع روی بافتا و اینا کار میکنن، تو همه اینا الان فاندینگ هستش و سرمایه‌گذاری میکنن، شرکت‌ها کار میکنن و اینجوری نیست که کدوم بیشتر بهتره. به نظرم این مهمه که کدوم بیشتر دوست دارید و علاقتون کدوم سمته. خیلی به علاقه به نظرم نه تهش برمیگرده. اگه گرایش دوست نداشته باشید، نمیدونم شاید اصلا شیمی حال نکنید و اون قسمت تیشو انجینیرینگ رو اصلا حال نکنید و مکانیکال رو حال کنید. اگه اینجوری باشه و اونی که حال نکنید و دوست نداشته باشید بخواید اونجا اپلای کنید با این که پوزیشن بیشتری باشه، نهایتاً اون چیزی که دوست ندارید رو انجام میدید. اون فرمولای شیمی که هیچ وقت دوست نداشتید رو دارید هی حفظ میکنید. سر این علاقه خیلی به نظر مهمه و تو همه بحثا هم استاد هست بگردید تو همه، چون همه دپارتمان‌ها استادای مختلفی رو ریکروت میکنن که تو حوزه‌های مختلفی کار کردن. نمیان مثلا 2 نفر رو که ایمیج پروسسینگ کار کرده برای اون دپارتمان‌ها میگم تعداد مشخصی داره دیگه، مثلا 2 نفر رو حوزه ایمیج پروسسینگ، 2 نفر تو حوزه روباتیکس میاد استخدام میکنه، 2 نفر میاد تو حوزه سیگنال پروسسینگ. واسه همین تو همه حوزه‌ها استاد هست و کارم میشه و فاندینگ هم هستش. بیشتر به علاقتون به نظر رجوع کنید وگرنه حوزه مهندس پزشکی کلش یه حوزه رو بورسیه. حالا میگم رشته‌های دیگه بود نمیتونستم اینجوری نظر بدم، ولی چون مهندس پزشکی هم رو بورسه، هم دانشجوها زیاد اپلای میکنن بهش و هم پوزیشن توش زیاد هست. بحث کار کردن یه بحث دیگه است، کلا داستانش جداست. ممکنه سخت پیدا بشه ولی شرکت هم سرمایه‌گذاری میکنن روش. بله بسیار عالی. خب دوستان عزیزی که تا اینجا حدوداً فکر کنم 1 ساعت و ربع که ما جلسه‌مون به صورت رسمی شروع کردیم در کنارشون بودیم. خیلی ممنون از اینکه در اینجا حضور داشتین. حالا ما سوال‌های خودمون به اتمام رسید. یه سوال یکی از دوستان تو چت باکس پرسیده، من گفته که شما خودتون آیلتس دادین یا فل دادین، به نظرتون کدوم بهتره؟ حالا اوکی، حالا بچه‌ها این سوال دارید هم بپرسید آخر میتینگ. آره سوالی دارن رایزن سوال خاصی بود که اگه سوال خاصی بود که دیگه جواب نداده بودم یا ذهنتون رو درگیر کرده بپرسید. اوکیه. و اینکه آیلتس و تافل خیلی باز اینم بستگی به فرد داره، بستگی به نوع اینکه با کدوم آزمون بیشتر حال کنید و بیشتر بتونید اوکی باشید اون آزمون رو بدید. من موقعی آیلتس دادم، آیلتس کاغذی بود، فکر کنم الان کامپیوتری شده، نمیدونم دقیقاً. ولی خب من با اینکه رو کاغذ امتحان بدم خیلی راحت تر بودم و با مثلا کلا با تستی خوشم نمیومد، حال نمی‌کردم. یعنی یکی از دلایل اصلیش این بود که راحت‌تر میتونستم اون کی پوینت ها رو انتخاب کنم، مثلا لیسنینگ بود راحت‌تر بتونم اون نکته مهمش رو علامت بزنم که میرسه بهش بتونم بنویسم. خیلی بستگی به خودتون داره که بیشتر کدومو میتونید باهاش جور بشید و کدوم پرفورمنستون بیشتر بشه. برای اینکه بدونید الان گیجیت آیلتس و تافل، به نظرم هم اینستا یا عالم پیج هست که در موردش صحبت میکنه، هم یوتیوب یا عالم پیج هست که در موردش صحبت میکنه. آوردن آدم مختلف که هم آیلتس داره طرف هم تافل داره طرف، بعد میان مقایسه میکنن تا بخواید مطلب هستش. و من یک کیس خاصم که آیلتس دادم، قطعا من خیلی اطلاعات در مورد تافل شاید نداشته باشم، ولی سرچ کنید، بگردید، بپرسید از دوستاتون که همه دو تاشو دادن، خیلی بهتر میتونید به نتیجه برسید. یه زمان میگذره گیجید، من خودم دقیقاً گیج بودم موقعی که می‌خواستم بین آیلتس و تافل انتخاب کنم. یه تایم گذشت، 1-2 ماه گذشت، شروع کردم زبان جنرالم بردم بالا، بهتر کردم و بعدش تو همون موقع هم داشتم سرچ می‌کردم بگردم که کدوم می‌خوام امتحان بدم و نهایتاً به نتیجه رسیدم که آیلتس. بگردید، زمان بگذره خودتون میفهمید با کدومش بیشتر راحت ترید.
بسیار عالی. یه یکی از سوال دوستان دارم. سوال پرسیدن، گفتن که اگر یه استادی به ما ایمیل بهش دادیم پاسخ داد که بهمون فاند میده و اینها، باید همچنان به استاد دیگه ایمیل زدن ادامه بدیم که اوکی 100% بگیریم؟ اینو بخش کامل متوجه نشدم که شما فرمودین که حالا ایمیل هم مختلف، اینکه یعنی یکی اوکی داد به ما و گفت بهمون فاندم میده، ما باید به استاد دیگه ایمیل بزنیم یا نه کافیه دیگه همین قضیه؟ نه کن اینجوریه که هر کسی رو هوا میتونه به شما بگه به شما فاند میده، شفاهی میتونه، حالا تو ایمیل هم باز مهم نیست، یعنی شفاهی گفتن تو ایمیل گفتن اینا همه میتونن بگن، ولی تا وقتی که یه نامه امضا شده که آقا نوشته آقا فاند شما اینقدره و فلانیه و کامل توضیح داده در مورد فاندتون و مقدارتون و هزینه‌هاتون و اینا، تا موقعی که اونو نگرفتید خیالتون راحت نشه و تا وقتی که ادمیشن دانشگاهتون نیومده از اون دانشگاه اون استاد خیالتون راحت نشه. من یکی از دوستانم بود که داشت تعریف میکرد، یه استادی بوده که طرف مثلا استادش معرفی کرده، آشنا بوده اینا، و اونم مثلا 2-3 ماه تو آب نمک گذاشتهش، پیشوندتش و آخر بعد 2-3 ماه تازه گفته بیا و این خب 2-3 ماهش گذشته و باید اپلای میکرد و یا باید سربازی میرفته و با یکی دیگه هماهنگ کرده و رفته. یعنی تا وقتی که به شما ادمیشن رو ندادن خیالتون راحت اوکی 100% از اون دانشگاه اون استاد نیست، ادمیشن رو دادن با نامه فاند اوکی 100%. دوست دیگه سوالی که پرسیدن اینه که میگه صرف مدرک ارشد یا دکترا داشتن در پیدا کردن کار تو مهندسی پزشکی، رو به طب توی کانادا منظورشونه، چقدر تأثیر و فرق داره؟ یعنی اینکه ما با ارشد بریم اونجا کار انجام بدیم یا بخوایم با دکترا بریم اونجا کار انجام بدیم؟ توی کار پیدا کردن تجربه کاری خیلی مهمه. این که چقدر تجربه کاریتون بیشتر باشه براشون خیلی مهمتره، حالا چه مدرک ارشد باشه چه دکترا. اگه مثلا 3 سال 4 سال توی شرکتی کار کرده باشید، تجربه کاری داشته باشید، خیلی براشون مهمتره. یعنی اینجا شما از ارشد با تجربه کاری هیچی بخوای وارد چی سخته، ولی مثلا دکترا باشی و مثلا چند سال هم کار کرده باشی راحت‌تر. حتی دکترا باشی یه سری تایم‌ها راحت‌تره، چون که خود اون دکترا رو بعضیا تجربه کار در نظر میگیرن. ولی کلا خیلی به این بستگی داره که تجربه کارتون چجوری باشه و وقتی میخواید با مدرک ارشد و بدون هیچ تجربه کاری اپلای کنید زیاد سخت میشه کار پیدا کردن. بسیار عالی. خب دوستان دیگه اگر سوالی دارند حس میکنن این ما بپرسن توی چت باکس یا میتونن حتی رایز هندم بزنن که سوالشون بپرسن. فکر میکنم دوستان دیگه چند نفر دارن تایپ میکنن. حالا یه سوالی پرسیدن که فاندی که میدن حدوداً چجوریه؟ یعنی اگه فول فاند باشه چقدر، یا مثلا اگه فول فاند باشه اون فاند هزینه های زندگیتون و شهریتون رو کاور میکنه. یعنی بیارید ببینید اون که ایمیل زدید و جواب داده گفته فول فاند میدم، اگه هزینه های زندگی اون شهر رو با هزینه های تحصیل رو کاور کنه میشه فول فاند. بسیار. حالا سوالی که پرسیدن پوش بینیان استومک برای آینده مهندسی پزشکی چی هستش؟ اینو من متوجه نشدم. شما متوجه شدین خورده؟ بکنم همون برای آینده مهندسی پزشکی پرسه که بودن گفتم، یعنی رشته‌ای در حال رشدیه. یعنی نگران این نباشید، شما هر رشته‌ای باشید، کانستراکشن باشید، عمران باشید، نمیدونم برق باشید، کامپیوتر، هر چی باشید کار هستش و اگه علاقه دارید و دارید خوب توش میرید جلو و دوست دارید این رشته رو ادامه بدید. هیچ وقت دنبال این نباشید که تو آینده چی میشه، چون که برای همه این حوزه کار هستش. یعنی میخوان، اگه نمیخواستن اون حوزه تو دانشگاه وجود نداشت، به خصوص خارج. حالا ایران یه ذره اینجوری شده که خیلی ارتباط صنعت تو دانشگاه خوب نیست، ولی اینجا چون اون حوزه رو فرد تحصیل کرده ازش میخوان، دانشگاه اون رشته رو داره ارائه میده. مثلا نگران این چیزا نباشید، به نظرم خیلی بیشتر بچسبید رو اینکه بک‌گراندتون رو قوی کنید. بسیار. یه دوست دیگه سوالی که پرسیدن اینه که میگن چون به همون فیلدی که شما حضور داشته علاقه دارن و دوره دارن ها، شما خودتون حالا چون من اطلاعی که بنده این بود که شما علاوه بر دانشگاه مونترال یه سری کورس‌ها یا یه سری درس‌ها تو کام تو دانشگاه دیگه هم
توی کانادا حالا پاس کردین و اینها و ارتباط داشتین با دانشگاه دیگه مکگیل و با حالا دانشگاه دیگه و حتی استاد راهنماتون هم یکی از استاد راهنماتون از یک دانشگاه دیگه بوده، اینکه شما خودتون به چه دانشگاهی ایمیل زدین یا مثلا مبنا صرفا مثلا توی حال کشور کانادا توی این رشته یا فیلد کاری خودتون چه دانشگاهایی رو عنوانا به بچه‌ها معرفی میکنه، پیشنهاد میکنه که خوب میتونه باشه براتون؟ چیزی که هستش خیلی من دانشگاه ایمیل زدم، یعنی همه دانشگاه کانادا که میتونستم ایمیل زدم، یعنی اینجوری واقعا این که کدومش میشه همون به شانسه بستگی داره که کدوم استاد ایمیل شما رو ببینه و اینکه چقدر رزومتون خوب باشه طرف خوشش بیاد، یعنی خیلی به این بستگی داره و هر چقدر میتونید برید تو همه دانشگاه کانادا این گرایش هستش، این رشته هستش و به همش ایمیل بزنید. یعنی منم همین کارو کردم، یعنی دانشگاه خاصی من در نظر نبود که فلان دانشگاه حتما، همه دانشگاه داره، همه استادایی که تو اون دانشگاه تو این حوزه کار میکنن هستن و به همشون به نظر ایمیل بزنید و خیلی فرقی نداره. یعنی از یه جایی به بعد یه رنکینگ دانشگاه هم خیلی مهم نیستش، چون که اون شهر مهمه، اون بازار کار اون شهر مهمه. یعنی رنکینگ دانشگاه شاید تو ایران خیلی مهم باشه و خوبه دانشگاه خیلی دانشگاه خفنی باشه، ولی از یه جایی به بعد استادت از دانشگاه خیلی مهم‌تره که بتونی با اون آدم 2 سال 3 سال 4 سال کار کنی. اگه استاد آدم درستی نباشه، اخلاقش خوب نباشه، نمیدونم خیلی آدم ساپورتیوی نباشه، کمکت نکنه تو پروژه ها، خیلی سخت میشه حالا تو بهترین دانشگاه تورنتو هم درس بخونی. به خاطر همین به همه اینا ایمیل بزنید، یعنی یه دانشگاه خاص و یه چیز خاص نیستش، همش رو در نظر بگیرید و همین. آره بسیار عالی. بسیار خوب، فکر می‌کنم دوستان دیگه سوالاشون هم به اتمام رسید. ما فکر کنم این یک ساعت رو به صورت خیلی خاص و خوبی اطلاعات خوبی رو تونستیم از مهندس پیدا کنیم و از بیس که این که اصلا اندیشه این که اپلای بخوام بکنیم تو ذهنمون راه افتاده شروع کردیم و رفتیم و تا حتی بازار کارم چجوری هستش نه به کلیات رسیدیم و توضیحات خوبی داده شد و سعی کردیم همه سوالات که از قبل مشخصه و سوالاتی که اینجا پرسیده شد پاسخ داده بشه. فکر کنم یکی از دوستان رایز هند زدن، حالا اگر میخوان سوال دارن فکر کنم. بله صدا هستش. ببخشید من یه سوال کوتاه داشتم اگه هنوز فرصت هست. بفرمایید. خواهش می‌کنم. میخواستم بپرسم که شما حالا با دانشجویان دکترایی که باشون حالا آشنا هستین احتمالاً، چون فکر کنم خودتون گفتین که الان به مقطع ارشد هستین، درسته؟ بفرمایید. بله. این میخواستم ببینم که این حالا یه چیزی هستش که حالا یه مقدار حرف رایجی که میزنن که البته حالا خیلی کشور با کشور، دانشگاه با دانشگاه فرق میکنه، ولی انتظارات غیر معمول